بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. عزیزان و مهتران، چطورین؟ خوبین؟ انشالله در پناه حق باشین و همیشه در سعادت و خوشبختی و در کمال نعمتهای الهی انشالله همیشه زندگی پر نعمت و با سعادتی داشته باشید. قصه دیگری که قرآن کریم از اون سخن میگه قصه نبی الله صالح علیه السلام هست. صالح رو خداوند متعال به سوی قوم ثمود فرستاد. قوم ثمود امتدادی از همون قوم عاد بودند که حضرت هود علیه السلام به طرف اونها رفت و دیدیم که چطور نبی خدا رو تکذیب کردند و با ایشون در افتادند و انکار نعمتها کردند و آخرش هم از خداوند متعال عذاب خواستند و خداوند متعال هم اونها رو از بین برد و نیست و نابود شدند. ثمودیان در الحجر زندگی می کردند. الحجر که یکی از سوره های قرآن کریم بدین اسم نامگذاری شده، چرا که ذکر این قوم در اون سوره اومده. حجر هم در بین حجاز و تبوک قرار داره، در تقریبا 380 کیلومتری شمال شرق یا شمال غرب مدینه منوره و امروز هم جاش معلومه. بقایای اون قوم هنوز هست و مسلمون ها وقتی از اونجا رد شدن در غزوه تبوک، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم امر کردند که از این دیاری که در اون عذاب الهی نازل شده زود باید رد شد و اینجا که میرسید یاد خدا باشید و قدرت خدا و چگونه خداوند برخی رو در اینجا عذاب کرد و گریان از اونجا باید رد بشه مؤمن، چرا که باید درس و اندرز بگیره و عبرت بگیره از مسیر این قوم. حضرت صالح علیه السلام در میان قومش یک انسان وارسته و دانشمند و حکیم و برجسته‌ای بود. ایشون از اشرافیان قومش بودند و قوم هر وقت مشکلی پیدا می‌کردند می‌رفتند پیش ایشون و از ایشون قضاوت و داوری می‌خواستند و حتی در فکر این بودند که حضرت صالح رو به عنوان پادشاه خودشون انتخاب کنند و یک مراسم تاجگذاری واسهشون به راه اندازند. اما قدر الهی بر این رفت که خداوند متعال حضرت صالح رو به عنوان پیامبر برای این قوم انتخاب کرد. وقتی که حضرت صالح دعوت توحید رو برای این قومی که به سوی بت پرستی رفته بودند مطرح کرد، اونهایی که از مسیر بت‌ها مال و ثروت کسب می‌کردند و با نزدیکی به بت‌ها و ادعای این که خزانه‌دار بت‌ها هستند یا سجاده نشین‌های این مزارها و بت‌ها هستند، اینها به روزی رسیده بودند و تجارتشون بر این مبنا بود. اینها شروع کردند قوم و ملت رو بر علیه صالح علیه السلام تحریض می‌کنند و یک انقلابی بر علیه صالح علیه السلام به راه انداختند. حضرت صالح علیه السلام خیلی سعی کردند که این قوم رو از خدا بترسونند، از عذاب الهی بیم بدن. یادآوری کردند به چه بلایی به سر کافران در زمان نوح علیه السلام افتاد، کافرانی که در زمان هود علیه السلام بودند به اونها چه مسیری داشتند. همه اینها رو به اونها گوشزد کرد و خود اونها جای مدائن عاد رو دیده بودند و خودشون از به اصطلاح همین طائفه هستند، برای همین به اونها عاد دوم میگن. همه اینها رو بهشون گوشزد میکرد، اما اونها حاضر نبودن حرف حضرت صالح علیه السلام رو بگیرن. هرچه حضرت صالح معجزات و دلایلی برای اونها پیش کرد حاضر نشدن به پیامبری، در حالی که میدونستند که حضرت صالح پیامبر و برگزیده است از جانب خداوند متعال. آخرش خواستند که حضرت صالح رو دست و پاشو ببندن. اومدن چند تا از همین سرانشون و گفتند که حالا که ما رو اینقدر عذاب کردی و ما رو از سر ما بر نمیداری، بیا یک معجزه بیار که دیگه معجزه دبشی باشه که اون وقت دیگه ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم و ایمان بیاریم.
گفتن که خب معجزه چی میخواید؟ گفتن یک چیزی بگیم که دیگه نتونه. یه صخره بزرگی بود اونجا، گفتن که ما میخوایم که از این صخره یه شتر بیاری بیرون، سطح باز شه یه شتر بیاد بیرون. بعد یکیشون گفت نه تنها این نه، این شتره باید خیلی خیلی گنده باشه که اینقدر که مثلا همین آبی که ما داریم تو روستا تو شهرمون همه این آب رو اون یه روز همه این آب رو بخوره، واسه ما هیچی نمونه، بعدش در عوض اون یه روز کامل به ما شیر بده. بعد گفتن که خب نه تنها اینم نه، همین که شتره برمیاد باید این شتره یه بچه‌ای تو شکمش باشه که در ماه دهمش باشه که همین که اومد دیگه بچه متولد بشه، و همچنین شرط و شروط‌های رنگ این شتر اینطوری باشه. اینها هرچی به عقلشون میرسید که بتونن دست و پای نبی خدا حضرت صالح رو ببندن، همه اینها رو شرط و شروط گذاشتن. حضرت صالح علیه السلام فرمودند که خب اگر همه اینها برآورده شد اون وقت چی؟ گفتن ما ایمان میاریم. گفتن اگر ایمان نآوردید، گفت این دیگه نمیشه، اینا رو ما خودمون خواستیم، اون معجزه این نیست که شما بیایید، هر چی شما آوردید ما قبول نکردیم، اما اینو ما خواستیم، اگر چنین باشه ما حتما ایمان میاریم. به هر حال دست و پای خودشون رو در واقع بستن و هیچ بهانه‌ای دیگه نموند که اگر اینها این معجزه بیاد و باز ایمان نیارن دیگه مستحق عذاب الهی هستند. حضرت صالح علیه السلام که خیلی دلش میسوخت برای این ملت و میخواست که خداوند اونها رو هدایت بده، دعا کردند و خداوند متعال از میان اون صخره یک شتری با همون مواصفاتی که اونها خواسته بودند براشون پیدا کرد. یک شتر بسیار بزرگ که اونها هرگز ندیده بودند. بعد از اون بچه این شتر هم اومد و همونطور که گفته بودند یک روز آب رو اونها میگرفتند، آب شهر رو، یه روزی دیگه همه آب رو نصیب این شتر بسیار بسیار بزرگ بود که آب میخورد. و بعد از اون در مقابل اون روزی که به اونها آب نمیگرفتن و روز قبل آب داشتن، البته میتونستن و جمع میکردن واسه خودشون نگهداری میکردن برای روز بعد، اون روز دومی که آب براشون نبود و آب مال شتر بود، شتر شیر همه این شهر رو تأمین میکرد و مدتی به این صورت گذشت اما همشون ایمان نآوردند. خیلی تعداد بسیار بسیار اندکی با دیدن این معجزه ایمان آوردند، اما بقیه گفتند که این سحره. درست همون چیزی که با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آقا و سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم قریش کرد که گفتند که اگه واقعا راست میگی همین ماه رو 2 نیمه‌اش کن، و ما هم 2 نیمه شد. وقتی که این رو دیدن گفتند که نه، این سحر مستمر، این یک سحری است که به اصطلاح واسه ما آورده، این جادوگری است. اونا هم گفتند که این جادوگری است. بعد از مدتی شیطون رفت تو جلدشون و به فکر این گفتند که نه آقا، ما اینقدر شیر رو میخوایم چه کار، ما اینقدر شیر نمیخوایم، ما آب میخوایم، روز بعد چرا این شتر این آب ما رو بخوره؟ و در فکر این افتادند که شتر رو بکشند. همه این به اصطلاح کفر و عناد در پوست و رگ همشون فرو رفته بود. یکی از زنها که خیلی خوشگلی بود اومد پیش یکی از این آدمای قلدر قالتاق و گفت که مهریه من اینه که بری شتر صالح رو بکشی. زنک دیگه ای هم بود، 4 تا دختر داشت، اومد پیش یکی دیگه از این قلدرای قالتاق، بهش گفت که من 4 تا دختر دارم، هر کدوم خواستی مال تو، اما باید بری به اصطلاح شتر صالح رو بکشی. این 2 تا قالتاق جمع شدن و در بین همه دوستاشون جمع کردن. به هر حال 7 نفر دیگه هم جمع شد. 9 نفر از این افراد وحشی در پی کشتن شتر صالح علیه السلام بودند، اما گفتند ما شتر رو نمیکشیم مگر یک همه پرسی بکنیم در همه شهر، همه باید به ما اجازه بدن، همه بگن موافقیم که اگر بلایی اومد تنها سر ما نیاد. و همه شهر یک همه پرسی شد از زنها و بچه‌ها و بزرگا، همه گفتن بله باید این شتر کشته باشه، این چه فایده داره واسه ما، یک روز کامل به ما شیر میده، ما چیکارش کنیم؟ و در فکر کشتن این شتر بودند و چنین کردند. شتری که آیتی بود از جانب خدای منان و حضرت صالح بارها بهشون تذکر داده بود که به این شتر نزدیک نشید و در فکر بلایی روی این شتر نیارید.
این شتر رو کشتند و این بود که خداوند متعال اونها رو عذاب کرد. اول یک خشکسالی اومد و اومدن گفتن که این هر چی هست از زیر سر همین صالح، این آدم شومی هست، این کسایی که بهش ایمان آوردن اینها هم شومن، باید اون رو کشت. در فکر کشتن نبی خدا و فرستاده خدا صالح علیه السلام برآمدند و اینجا بود که حضرت صالح اونها رو به عذاب الهی تهدید کرد و اونها با تمام قلدری گفتند که آقا اگر عذابی هست بگید بیاد دیگه، ما هیچ اینقدر دیگه ما رو چرا به انتظار میذارید. و عذاب الهی هم اومد. روز پنجشنبه 3 روز خداوند به اونها مهلت داد. روز پنجشنبه همشون صورتاشون زرد شد، روز جمعه صورتاشون سرخ شد، روز شنبه صورتاشون سیاه شد و صبح روز یک شنبه عذاب الهی اومد. عذاب الهی یک جیغ و صیحه‌ای بود در آسمان و یک زلزله‌ای بود در زمین. فاخذتهم الرجفه و اخذت الذین ظلموا الصیحه و بدین صورت ان ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتضر. خداوند متعال بر اونها عذابش رو نازل کرد و همشون تار و مار شدن و نیست و نابود. قرآن کریم قصه صالح علیه السلام و قوم ثمود رو بارها و با تصاویر مختلفی از اون رو به شیوه های مختلف در سوره های مختلفی آورده است. قصه حضرت صالح رو، نام حضرت صالح رو 9 بار ما در قرآن مشاهده میکنیم و ذکر ثمودیان رو 24 بار. میاییم نگاهی بندازیم به بعضی از مواردی که قرآن کریم این قصه رو ذکر کرده. در سوره اعراف از آیه 73 تا 79 یاد این قوم هست که خداوند متعال میفرمایند و الی ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی ثمودیان برادرشون صالح رو فرستادیم. قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. اولین حرفی که صالح علیه السلام برای قومش آورد این بود که ای قوم من، بیایید ایمان بیارید به خدای یکتا که هیچ خدایی جز او نیست و اونها رو بیم داد از عذاب الهی و بهشون تذکر داد که قومهای پیش چطور بودند، عادیان اومدند و چطور عذاب الهی بر اونها اومد، عبرت بگیرید از دیگران. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه. اینا اومدن کفران کردند و ایمان نآوردند. حتی مستکبران می اومدن به اون کسایی که ایمان آورده بودند به صالح، به اونا میگفتن شما فکر میکنید که این صالح پیامبره؟ و مؤمنان خیلی از اونها زرنگتر بودند، جواب نمیدادند که بله، بلکه جواب دادن قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. نه اون که تنها ما مؤمن هستیم، ایمان داریم، میدونیم که اون پیامبره، بلکه ما میدونیم که اون چیزی که آورده حقه و ما به اون ایمان آوردیم. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون. کافران و مستکبران میگفتند و مغروران که ما به اون چیزی که شما ایمان آوردین کافریم، اون رو قبول نداریم. فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم. شتر رو کشتن و سرکشی کردن از فرمان الهی. زیبا اینجاست که خداوند متعال این کشتن شتر رو به این چند نفر قاتل نسبت نمیده، به همه این قوم ثمود، انگار که همشون با هم دست به یکی کردن و شتر رو کشتن. بله، واقعیت هم همین بود، چون که همه راضی بودند و همه در این مسیر شریک بودند و با اون قاتلان هم پیمان شدند و هم دست شدند. همشون قاتل بودند و همشون مورد عذاب الهی قرار گرفتند. بعد از این عذاب اومد فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین. یک زلزله اونها رو گرفت و اونها تو خونه هاشون موندن تا اینی که همشون رو خداوند نیست و نابود کرد. تصویری دیگه از این حکایت و از این قصه رو ما در سوره هود داریم. از آیه 61 تا آیه 68 خداوند متعال
باز به ما میگه که و الی ثمود اخاهم صالحا، ما به سوی ثمودیان برادرشون صالح رو فرستادیم تا اونها رو به توحید و یکتاپرستی دعوت کرد. اونها گفتن قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، ای صالح قبل از این آدم شخصیت بزرگی در پیش ما بودید و ما امید داشتیم که شما رو پادشاه خودمون کنیم و الان اومدی و حرفای عجیب غریب میزنی و ما رو از دینمون، از دین نیاکانمون داری میخوای جدا کنی. قال یا قوم ارأیتم ان کنتم علی بینة من ربی و آتانی منه رحمة فمن ینصرنی من الله ان عصیته فما تزیدوننی غیر تخسیر. ای قوم من، اگر من حرف شما رو بگیرم من هم ضرر میکنم، شما هم ضرر کردید، بیایید به راه حق برگردید و اگر من نافرمانی خدایم رو کنم خداوند منو هم بازخواست میکنه. و اومدن باز همون معجزه رو خواستن و خداوند معجزه رو واسه شون آورد. قال و یا قوم هذه ناقة الله لکم آیه، این شطور یک آیتی هست، علامتی هست که شما خواستید و خداوند واسه شما درستش کرد. اینو ولش کنید که در زمین خدا بچره و بهش سوی قصد نداشته باشید که عذاب بسیار شدیدی شما رو خواهد گرفت. اما چیکار کردن؟ فعقروا الناقة، ناقه رو، شتر رو کشتن و این بود که خداوند به اونها 3 روز مهلت داد و وعده خداوند برآورده شد. فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا برحمت منا. خداوند متعال میفرمایند که وقتی که عذاب الهی اومد فقط ما صالح و اونایی که به اون ایمان آورده بودند رو به رحمت و فضل خودمون نجات دادیم و بقیه ثمودیان همشون اخذ الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين، همشون از بین رفتن و كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم الا بعدا لثمود. آهای ثمودیان کفر ورزیدند به خدایشون، خاک بر سر این ثمودیان باشه و برند و گمشند و چنین هم شد و از بین رفتند. در سوره حجر که به اسم منطقه اینها نامگذاری شده در آیه 80 تا 84 باز ما اشاره دیگه، تصویری دیگه از این قوم داریم. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، که هجریان پیامبران رو تکذیب کردند. و آتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین، اونها رو ما آیت و نشانه هایی براشون فرستادیم اما باز هم سرکشی کردند و قبول نکردند. و ذکر میکنه که اینها چه خونه هایی داشتند و چه نعمت هایی داشتند و در چه ناز و نعمتی بودند. در سوره شعراء باز از آیه 141 تا 159 حکایت این قوم هست. کذبت ثمود المرسلین، که ثمودیان پیامبران رو تکذیب کردند وقتی برادرشون صالح اونها رو به تقوا و پرهیزکاری دعوت کرد و بهشون گفت که من فرستاده خدا هستم و از خدا بترسید و پیروی کنید از احکام و دستورات خدا و من از شما چیزی نمیخوام، اجر و پاداش من بر خدای من هست. همین شیوه دعوت همه پیامبران و اونها رو یادآوری کرد به نعمتهای خداوند متعال به اونها، به باغها و نعمتها و ساختمانها و قصرهایی که به باغها و نعمتها و ساختمانها و قصرهایی که در بین کوهها درست می‌کردن و همه اینها بهشون تذکر داد و بهشون گفت که اطاعت نکنید از مسرفین و ظالمان و مستکبران و همه اینها. اون آخرش چی گفتن؟ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون، از این مفسدان و سرکشان پیروی نکنید. قالوا انما انت من المسحرین، گفتن که تو جادو شدی، جادوگری و میخوای ما رو گول بزنی. ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیة ان كنت من الصادقین، تو یک بشری مثل ما، بیشتر که نیستی، چی میخوای بگی؟ میخوای خودت رو ما تحمیل کنی؟ اگر راست میگی همون نشانه‌ای واسه ما بیاد. و همون نشانه‌ای که خواسته بودن اومد. خداوند متعال به اونها همون شطوری که خواسته بودند با همون مواصفاتی که خواسته بودند آورد. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب یوم معلوم، این شطوری است، یه روز آب مال اینه و یه روز آب مال همه شما. اون رو هیچ وقت سوی قصد اون نداشته باشید که عذاب خیلی دردناکی شما رو فرا خواهد گرفت. اما این کار رو نکردند و شطور رو کشتن و عذاب فاخذهم العذاب،
عذاب الهی اونها رو گرفت و اونها همشون از بین رفتن. از موارد دیگه ذکر این سوره درش، این قصه درش اومده، سوره نمل آیه 45 تا 53 باز هم حکایت همین قوم هست که چطور به پیامبرشون گفتن که تو شوم هستی و خداوند متعال به اونها گفت قال طائرکم عند الله بل انتم قوم تفتنون، شما آدمای سرکش و مثلا فتنه افروزی هستید و هر چه بدی هست از شماست. و کان فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، 9 نفر بودن در شهرشون آدمای بسیار قلدر و فسادکار. قالوا تقاسموا بالله لنبیتنه و اهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلك اهله و انا لصادقون. بعد از اینکه شتر رو کشتن اومدن قسم خوردن که ما میریم صالح رو هم میکشیم و شبانه بهش حمله میکنیم و شبیخون میزنیم، اون رو میکشیم و اگر قوم و خویشاش اومدن که آقا خونخواهی کنن ما خبر نداریم. همون کاری که قریش خواستن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام بدن. اما و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون، خداوند مؤمنان رو نجات داد و صالح رو نجات داد با همراهانش و کافران رو عذاب کرد. باز در سوره قمر آیه 23 تا 32 باز ذکر صالح و قومش هست. کذبت ثمود بالنذر، ثمودیان پیامبران رو تکذیب کردند. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه ان اذا فی ضلال و سعر، یه بشری از خود ما رو ازش پیروی کنیم، اگه این کارو بکنیم ما واقعا دیوونه ایم و واقعا گمراهیم و عقلمون سر جاش نیست. القی الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، این دروغ میگه، پیامبری میاد برای اون، واسه ما چرا نیومد؟ بدین صورت حسادت و کینه و غرور و تکبر و اینها همه سر هم شد و اونها ایمان نآوردن. خداوند متعال قصه ایشون رو، قصه شتر رو و چطور اونها شتر رو کشتن، همه اینها رو در موارد مختلف و تصاویر مختلف رو از زاویه‌های مختلف در قرآن کریم واسه ما نقل کرده تا ما اینها رو بخونیم و از قوم صالح و دعوت صالح درسها و اندرزها بگیریم و عبرتها بگیریم. حضرت صالح علیه السلام به شیوه های مختلف و راهکارهای مختلفی سعی کرد قومش رو به سوی ایمان و به سوی خداپرستی دعوت کنه و از بت پرستی و شیطان پرستی و از اتباع و پیروی از هوا و هوسش برحذر بداره. اونا رو تذکر داد به عاقبت مجرمان، افرادی که از دین خدا و از دستورات الهی سرکشی کردند و در پشت هوا هوس خود رفتند و نهایتشون هم هلاکت و بربادی بود. واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، یادتون نره که شما بعد از عادیان اومدید و چه بلایی بر سر عادیان اومد. نکنید که تاریخ تکرار بشه و شما هم به همون بلا و به همون مصیبت دچار شید. اونها رو اندرز کرد و بیم داد از عاقبت شومی که منتظر مستکبران و ظالمان و ستمگران و مستبدان هست، اما اونها هیچ به خود نگرفتند و هیچ به صلاح با حضرت صالح علیه السلام کنار نیومدند و دعوت ایشون رو نپذیرفتند. حضرت صالح با نرمی، با لطف، با مهربانی با اونها پیش رفت و به اونها تذکرات داد که ای قوم، من یه پیامبری از جانب خدا هستم، من از بین شما هستم، من خوبی شما رو میخوام، ای ملت من، ای عزیزان من. اما متاسفانه اونها نخواستند که به این دعوت حق لبیک بگن، به ندای فطرت لبیک بگن. در مقابل اونها چیکار میکردن؟ حضرت صالح علیه السلام رو مسخرش میکردن، بهتان میزدن، تهمت میزدن. قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، قبل از این پیش ما آدم سرشناس و مهربون و عزیزی بودی و ما میخواستیم که تو رو پادشاه خودمون کنیم. اتنهانا نعبد ما یعبد آباؤنا، میایی ما رو نهی میکنی که ما از اون راه و رسمی که فرهنگ ماست و نیاکان ما بر اون بودن، ما رو میخوای از اونها
دور کنی. همین حرفی که ما بارها و بارها میشنویم که افراد کوته فکر در فکر اینند که ما برگردیم به فرهنگ نیاکان ما، برگردیم به دین نیاکان ما و میخوان که عقلهاشون رو زیر پا بگذارن و بگن که اون چیزی که نیاکان ما بر اون بودن ما بر همون به ساز اونها میرقصیم. حالا اونها اگر در گمراهی و به اصطلاح بدبختی بودن ما برگردیم مثل همونها بدبخت و گمراه بشیم. همه اینها راه اینا بود و همیشه به صالح میگفتن تو جادوگری و میگفتن تو جادو شدی، تو نمیدونم عقلت خراب شده و مسخرش میکردن و دعوت پیامبر خدا حضرت صالح علیه السلام رو انکار میکردن و میگفتن که ما باید تقلید کنیم از پدران و نیاکان ما، دعوت میکردن به سوی تقلید کورکورانه و در نهایت مکر و حیله ها کردند و خواستن حضرت صالح رو بکشن. ناقه و اون شتری که خداوند متعال یک آیتی قرار داده بود برای اونها، شتر رو کشتن و بچه شتر رو کشتن و در نهایت خواستن حضرت صالح علیه السلام رو ترور کنند. اندرزهای بسیاری است در این قصه و اولین درسی که ما میتونیم از اینجا برداشت کنیم اینه که باید دعوت توحید و دوری از شرک، این رساله و دعوت و پیام ما، پیام اصلاحگرای ما برای جامعه باشه و سعی کنیم جامعه رو از بت پرستی، از قبر پرستی، از امامزاده پرستی و از هر آنچه که یک کوچکترین طعنه است در توحید و یکتاپرستی دوری کنیم و دلمون به حال این ملتمون بسوزه. خداوند متعال همه پیامبران رو از بین قومهای خودشون انتخاب میکرد. و الی ثمود اخاهم صالحا، از بین ثمودیان برادرشون صالح رو فرستادیم. اولین حرفش چی بود؟ قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، ای قوم من از خدا رو عبادت کنید، هیچ خدا و پروردگاری شما رو نیست مگر خدای یکتا، در سوره اعراف آیه 73. بعدش از اون اهتمام دادن به اصلاح همه طبقات جامعه، نه فقط دعوتمون مال افراد فرهنگی و افراد ثروتمند و افراد بزرگ و نامدار جامعه باشه، حتی طبقات زیردستان و فقیران و مستمندان اونها برعکس اونها بهترین بستر هستند برای دعوت اسلامی، چرا که اونها از اینی که پیروی حق کنند ابا ندارند، اما مستکبران و ظالمان و اونها همیشه میخوان که دستور بدن و کسای دیگه از اونها پیروی کنند. اینی که بیان اونها حتی اگر حق باشه، حتی اگر خدا هم باشه، از خدا و حق و پیامبر پیروی کنند، این رو به اصطلاح با غرورشون نمیخوره و قبول ندارند و همینه که صد راه مسیر دعوت میشن. و یک چیز دیگه که از حضرت صالح ما یاد میگیریم اینی که شیوه ها در دعوت مردم باید اونها رو تذکر بدیم به نعمتهای الهی که چه نعمتهای خداوند متعال به شما داده و باید شکر این نعمت رو ادا کنید و بترسونیم و بیم بدیم از عذاب الهی که خداوند متعال فلانها رو، قومهای پیشین رو، قومهای معاصر رو چه بلاهایی سرشون آورد، اونایی که از راه خدا به در رفتن دچار چه مشکلاتی هستند، مشکلات روحی روانی و استرس های نفسانی و بلاهایی که در جامعهشون هست، شکار چه بلاهایی شدن و زندگیشون به کجا میره، خودکشی ها و آدم کشی ها و قلدربازی هایی که توشون هست، همه اینها سببش چیه؟ مردم رو بیم بدیم، تذکر بدیم به عاقبت کارهای بد و اونها رو به طرف خدا و به طرف اصلاح و به طرف رستگاری و به طرف ندای فطرت دعوت بدیم.